ویدیوی شماره 4. قوانین دابلین. ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی قوانین دابلین را امضا کردند. قوانین دابلین سندی است که کشورها را موظف می‌سازد تا قوانین معین پناهندگی را رعایت کنند. هدف آن این است که تعیین کند که کدام کشور اروپایی در برابر تقاضای پناهندگی تو مسئولیت دارد. فقط یک کشور می‌تواند مسئول باشد. کشوری که تو در آن تقاضای پناهندگی داده‌ای و یا توسط پلیس به عنوان ورود غیرقانونی شناخته شده باشی. این به این معنی است که وقتی توسط کشتی، زمینی و یا هوایی به ایتالیا میرسی، پلیس اثر انگشت تو را در کوئستورا میگیرد. اثر انگشت، نام و نام خانوادگی تو در سیستم اروپایی ایروداک ثبت می شود. ایروداک یک سیستم کامپیوتری است که مشخصات پناهجویانی که به اروپا می رسند را ذخیره می نماید. این به آن معنا است که پلیس تمام کشورهای اروپایی می تواند اثر انگشت تو را ببیند و می داند که از کجا آمده ای. اگر پلیس اثر انگشت دیجیتالی تو را در ایتالیا بگیرد و سپس درخواست پناهندگی در یک کشور دیگر اروپایی بدهی، مثلا در اتریش، پلیس اتریش اثر انگشت تو را در ایروداک چک می کند. پلیس اتریش می بیند که تو کی هستی و قبلا درخواست پناهندگی در ایتالیا داده ای. در این صورت پلیس یک توضیح کتبی می دهد که باید به ایتالیا برگردی. حق اعتراض به تصمیم پلیس را داری و برای این منظور نیاز به کمک یک وکیل داری. فراهم کردن شرایط بازگشت تو به ایتالیا مدت زمان طولانی را در بر می‌گیرد. در مدت انتظار برای بازگشت در مرکز پناهجویان اقامت خواهی کرد. برای معلومات بیشتر به فایل صوتی شماره 4 مراحل قوانین دابلین انتقال دادن گوش کن. در موارد مشخصی کنوانسیون دوبلین به تو حق پیوستن به خانواده‌ات را می دهد. 1. اگر مینور هستی و اگر پدر یا مادر یا برادر و یا یکی از اعضای خانواده‌ات در کشور دیگر اروپایی با اجازه اقامت زندگی می کند، باید به پلیس بگویی. اگر این عضو خانواده تو دارای اجازه اقامت باشد و شرایط پذیرش تو را در جمع خود داشته باشد، پلیس شرایط انتقال تو را فراهم می کند. دو، اگر یک فرد بالغ هستی و پدرت، مادرت، برادر تو و یا فرزندت در یک کشور اروپایی زندگی می کند و دارای اجازه اقامت است، باید به پلیس بگویی. در موارد زیر ممکن است تو به فامیلت بپیوندی. اگر حامله هستی، با طفلت تنها هستی، بیماری جدی داری، معلولیت جدی داری، پیر هستی و یا فامیلت در وضعیت خوبی نیستند و به کمک تو نیاز دارند.
3. اگر یکی از اعضای فامیلت در یک کشور دیگر اروپایی پناهنده و یا هنوز درخواست کننده پناهندگی است، باید به پلیس بگویی. در این صورت امکان دارد که به فامیلت بپیوندی و در آن کشور تقاضای پناهندگی کنی.